سنت هست که بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب، صباح و مسا، بامداد و شامگاه، این ذکر و این ورد رو 3 بار بگیم. رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. خدایا من با قناعت راضی شدم و خوشنود شدم که تو رب من باشی، یکی از معانیش مربی من باشی. من هیچ تربیتی غیر از تربیت تو نمیپذیرم، نه برای خودم، نه برای خانواده‌ام، نه برای جامعه‌ام. این معنیه، اولین معنی رب، مربی و پرورش دهنده و مصلح. وقتی میگی الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، میتونی بسم یعنی چی؟ از سمت گرفته شده به معنی نشانه. در قلب انسان یک منطقی هست به اسم اوریکولا. این منطقه در قلب خالی از هر گونه خیوطه. اونجاست که خداوند مهرش زده. یعنی هر انسانی، چه کافرش چه مسلمانش، مهر خداوندی خورده. زمان انسان کافر میشه که اون مهر رو بپوشونه، اون حق و حقیقت رو بپوشونه. دکتر خلوق نورباقی یک جراح و متخصص قلب مسلمان ترکیایی است. این مطالب رو داره میگه همه ما و شما وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی ما نشانه شدیم توی معذرت میخوام بلا تشریح. وقتی میخوای گوسفندی رو تو گله بفرستید، علامت روش میذارید که این مال خانواده فلانیه. این متعلق به همه ما، نشانه شده از جانب رب العالمین، چه بخواهیم چه نخواهیم. بسم الله الرحمن، منشأ هر گونه نعمت‌ها، امکانات، ظرفیت‌ها، هر چی که هست. و ما بکن من نعمت فمن الله. تو اول عرایزم خوندم هر چی نعمت در شما هست از جانب اللهه. الرحمن منشأ همه مهرورزی‌ها، شفقت‌ها، مهربانی‌ها، نوازش‌ها، عاطفه‌های زیبا. الله دل تو قفسه سینه ما و شما گذاشته و تو دل دوست داشتن قرار داده. یک تکی گوشت بیشتر نیست. همه طور شیرینی دوست داشتن رو حس کردیم. دل الله داده، محبت هم الله توش قرار داده تو این قفسه سینه. واقعا ظلم بزرگی است که با این دلی که اول خود خدا داده و محبتی که خدا در دل قرار داده که ما بتونیم دوست بداریم، بریم غیر از خدا رو اول دوست بداریم یا دشمنان خدا رو در دلمون دوستشون بداریم. اول باید اون بخشنده این دل و این عشق و این دوست داشتن رو دوست بداریم. بعد هر چیزی و هر کسی که اون دوست داره تو دل به ما خودش داره و دوستی رو خودش درش قرار داره. اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان.